با مقصد عملی نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی جهت پیشگیری انتقال و پنه‌شوی سرایت نوی کرونا ویروس کووید 19 طبق معلومات ستاد ناحیه واسه گذراندن چاره‌بینی‌های بی‌ضررگردانی در همه دهات‌ها ادامه دارند. در دوره عملی گردن این تدبیرها ما با جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف دهه زرکاران آمدیم. در این دهه در این سمت کمیته محله با دستگیری صاحبکاران شخصان بلند و ناموس دهه با مؤسسه‌های تندرستی کمک نموده در پیشگیری این بیماری سمی ارزنده گذاشته ایستادند. ما مراتبه دوم است که برای پیشگیری همین بیماری با خلور همه کوچه های دهه را و مکتب را بی‌ضرر گردانده ایستادیم. در دهه ما 327 خواجگی و قریب 5000 اهالی زندگی میکند. ما هم با آنها جمعیت ها مجلس ها گذرانده ایستادیم که از این بیماری پیشگیری کنند. طوری که ما شاهد حال شدیم با اقدام کمیته محله دهه زرکاران اطراف میدان مؤسسه تعلیمی منزل‌های استقامتی ساکنان با محلولی گیپوکلورید نتری شسته شدند. همزمان با جلب متخصصان سرایت‌شناس عاید پیدایش سرایت کووید 19 و راه‌های پیشگیری آن با ساکنان صحبت و واخوری‌ها گذرانده شده با عائله‌های نیازمند نقاب‌های طبی تقسیم نمودند. در آینده نیز کوشش میکنم که همه حالت ها را استفاده بریم که همین بیماری در دهه ما پهن نشود. تشکر میگویم به حکومت جمهوری تاجیکستان به اساسگذار و صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که برای پیشگیری کردن این بیماری تمام چاره ها را دیده ایستاده است و از آن جمله ما ساکنان این دهه نیز برای پیشگیری کردن و چاره ها دیده ایستادیم و نمیگذاریم که همین بیماری در همین دهه ما پهن شود. در جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف با دستگیری کمیته محله دهه زرکاران مرکز سلامتی دهه دستگیری همه‌جانبه یافته با موادهای آنتیسپتیکی، نقاب‌های طبی و دیگر موادهای بی‌ضررگردانی تامین کرده شدند. همین گونه تدبیرهای سودمند با پیشنهاد جماعت دهات دستگیری شخصان سخاوت‌پیشه در دیگر جماعت‌های دهات عملی گشته ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.